آقا درود و عرض ادب و احترام دارم. خوش اومدین به چنل بنده. من عرفان ارما هستم. امروز یه مهمون ویژه دیگه داریم. البته همه مهمونامون ویژن، ولی این دیگه ویژه ترینشونه دیگه. یعنی ویژه ترین مهمون رو واسهتون آورد. معرفی میکنم کجوان عزیز. سلام کجوان. سلام عرفان جان، قربانت، چاکرم. سلامت باشی عزیزم. مرسی که دعوت کردی عزیزم. عزیزی دیگه به قول من نوبتی هم باشه، نوبت شما بود که می اومدی دیگه. عشق مای شما. چه خبر؟ همه چی خوبه؟ همه چی خوبه، خوش میگذره، داریم زندگیمونو میکنیم. فعلا همه چی امن و امانه. تو چه خبر؟ من عالیم. اگه میشه خبر به قول معروف چی میگن، خوب نباشم وقتی دارم با تو صحبت میکنم. آماده که بریم برای سوالا و جواب بدی برای هر سوال؟ البته، چرا که نه، بریم. اوکی، برای اولی سوال میخوام ازت بپرسم کجوان یعنی چی؟ کجوان یه اسم کردیه، حالا تلفظی مختلف داره. حالا کجوان و کجوان حالا تلفظ میشه، حالا به معانی حالا فارسیش میشه حالا نگهبان کوهنورد و آره چنین اسمی داره، چنین معنی داره، نه اسم. اسم واقعیت هم کجوانه دیگه؟ اسم یوتیوبت مثلا نه اون نیست که باشه؟ نه اسم واقعیم کجوان، اسمیه که پدرم روم گذاشت. بعد الان هر کسی که توی ایران اسمش کجوان باشه یک بار، خب طبیعتا پیش میاد هر کسی اسم خودش رو سرچ میکنه تو گوگل، سرچ کنه منو میشناسه. چون الان کجوان رو سرچ کنی به واسطه اینکه اسم چنل یوتیوب هم کجوانه، سرچ کنی کجوان ویدیوهای منو میاره، حالا ویدیوهایی که جای مختلف آپلود شده. آره من خب اینطوری تو رو سرچ کردم دیگه، زام کجوان. دقیقاً. الان هر کی تو ایران الان یکی که داره این ویدیو رو میبینه اسمش کجوانه 100% منو از این طریق شناخته، اومده منو پیدا کرده. میخوای سوالای آسون اول ازت بپرسم یا سوالای سخت رو ازت بپرسم؟ برای من مهم نیست، من همه سوالا رو جواب میدم، هر چی دوست داشتی بپرس. جدی میگی؟ یعنی اصلا چیزی نداری که بگی که آقا نه من این سوال رو جواب نمیدم؟ امیدوارم از اون سوال نپرسی که بگم جواب نمیدم، ولی سعیمو میکنم. از کسی هست که بعدت بیاد توی یوتیوب؟ آره دیگه، تو یوتیوب که بچه‌ها بشناسن دیگه، مثلا بگیم طبیعتا دیگه تو یوتیوب. راستشو بخوای من خودم به شخصه کسی نیست الان مثلا یه این سوالو پرسیدی کسی ازش بدت بیاد، کس خاصی حالا واقعا مد نظرم نیست بگم، ولی مثلا رفتارهایی بوده که مثلا پیش اومده از بین خود یوتیوبرها مثلا بدم اومده و واقعا دوست نداشتم. حالا مثلا چنین مواردی بوده، ولی مثلا اینکه بگم حالا کس خاصی هست، نه اونجوری نبوده که بگم واقعا مشکل خاصی داشتم باش. تو به غیر از یوتیوبری، یعنی مثلا به غیر از ویدیو آپلود کردن کار دیگه ای داری؟ من غیر از یوتیوبری سعی کردم دلیلی که میپرسم کجوان، دلیلی که میپرسم اینه که تو خیلی فعالیتت کمه تو یوتیوب. کم؟ آره ببین آخه از همون اوایل 4 سال پیش 5 سال پیش که من یوتیوبر شدم همین داستانو داشتم، ولی کلا من وقتمو بیشتر سر یادگیری میذارم دیگه. حالا کارهای دیگه من حالا تو زمینه طراحی، حالا یو آی یو ایکس سایت، احتمالاً تو آشنایی داشته باشی با این قضیه، خیلی پیگیرش بودم، سعی کردم حالا یه چیز یاد بگیرم و برم سراغش. و کلا ما بین این کارا، بین یوتیوب اینا، بازم سعی کردم برم سراغ کارهای دیگه. حالا به اصطلاح کنجکاوی من بوده که باعث شده برم سمتش. حالا همیشه اینجوری هم نبوده که بگم خیلی کم کارم، چون مثلا پارسال یه چنل دوم داشتیم که الانم دارمش، ولی مثلا اسمش تیجاک بود اون زمان و اینجوری بود که مثلا یه مدت دیلی هر روز داشتم ویدیو میذاشتم، ولی خب میدونیم پیشرفت حاصل نمیشد. چون وقتی هم پیشرفت حاصل نشه یه خورده ناامید میشی، میری میگه آقا بذار حالا این بین، حالا ما یوتیوبر هم هستیم، بریم یه چند تا چیز دیگه هم یاد بگیریم. این اتفاقا واسه من افتاد که مثلا دلیل اینکه فعالیتم کمه، حالا کم که نیست، ولی خب با هر حال مثلا به نسبت مثلا بقیه یوتیوبرها شاید مثلا دیلی بذارن، اینجوریه که مثلا شاید وقتمو بذارم برای کارهای دیگه این بین، مثل همون یو آی یو ایکس باشه یا هر چیز دیگه باشه. خب یعنی تو یه جورایی این یوتیوبری رو به عنوان شغل نمیدونی دیگه؟ یعنی به عنوان اگه شغل میدونستی مثل بقیه بودی دیگه؟ ببین به عنوان شغل میدونم. الان مثلا تو چنل اصلیم هفته‌ای تقریبا 2 بار رو میذارم، گاهن تا 3-4 بارم میره، حالا اون بستگی به ویدیوهایی داره که میتونم ضبط کنم. به عنوان شغل میبینم، ولی خب توی ایران میتونم بگم به عنوان شغل ابدی شاید بهش نگاه نمی‌کنم. یعنی شغلی که هر لحظه ممکنه نابود شه، یعنی یه بکاپ میخواد. این چیزیه که حداقل من دارم. یعنی اگر بچه‌ها این داستان نداشته باشن، من برای یوتیوب فارسی بعد بگم و نه خارجی، یعنی انگلیسی نه، برای یوتیوب فارسی اینجوری هم که یه بکاپی نیازه. به هر حال یه داستانی میشه دیگه، همیشه این شرایط بوده توی ایران، یه داستانی پیش اومده به مشکل خوردیم. اوکی، اگه یه کمپانی مثلا، حالا هر کمپانی بزرگی بیاد یا آقا من اسپانسر تو میشم، خب
باید ولی یه ویدیو عجیب غریب بسازی. این کار رو انجام میدی؟ بستگی هر داره دیگه. ویدیویی خب آخه ببین مثلا پولش هم خوب باشه. مثلا خودت میدونی دیگه، مثلا مستر بیست خودش این داستانایی انجام میده دیگه. مثلا خود بیست گیمز با آمازون پرایم قرارداد داشت دیگه، یه ویدیو خیلی عجیب غریب 5 میلیون دلاری جایزش بود و چنین چیزی رو ساخت. خب من حالا طبیعتا چنین امکاناتی ندارم، اون چنین کمپانیایی نمیاد مثلا با ما چنین قراردادی ببنده، ولی حالا هر کاری و هر چیزی طبیعتا اگر اسپانسر بیاد سمتمون چرا که نه. طبیعتا اصلا چنین چیزی رو من دوست دارم تو ایران اتفاق بیفته، چون تو ایران اتفاق نمیفته. حالا به خاطر محدودیتایی که هست و حالا شرایطی که وجود داره، خود اسپانسرای داخل مثلا ایران کار خاصی نمیتونن بکنن. اصولا این اتفاقات توی یوتیوب خارجی میفته، ولی من خودم به شخصه خوشحال میشم واقعا بیفته، چون اگر بیفته خودت میدونی همون پول تزریق میشه به داخل ویدیو، یعنی اصلا اون پولی که آره دیگه باعث همین اسپانسر ایجاد میشه به اصطلاح وارد ویدیو میشه. چیزی می‌خواستی بگی؟ ببخشید. نه میگم که آره دیگه به تبع وارد میشه. نه مثلا بیان بگن آقا من یه پولی میدم برای ویدیو، یه پولی هم میدم به خودت، ولی باید توی این ویدیو این سناریو از ما باید اینو بسازی. قطعا قبول میکنی یا نه؟ میگه آقا باید فکر بکنم یا اصلا نمیشه؟ خب میگم بستگی داره، ولی اصولا چه این اتفاقی بیفته قبول میکنم دیگه. خودم میگم همین مستر بیس خودش 100% سناریو داره واسه مثلا ویدیوهایی که با آمازون پرایم و اینا داره قرارداد میبنده یا با همون یوتیوب، 100% همه اینا سناریو داره، یعنی حرفاش مال خودش نیست بیشتر اوقات. و خودم به شخصه برای این که مثلا یوتیوب خودش پلتفرمیه که به اصطلاح مخاطبین حالا توی حالا خارج بیشتر مطرحه، مخاطبین میلیونی داره و حالا مثلا یه پلتفرمی که روش همه دارن تلاش میکنن، توی ایران هم اتفاق بیفته من خودم به شخصه خوشحال میشم. ولی فعلا ما چنین سطحی تو یوتیوب نداریم که اونقدر اسپانسر بیاد و که این داستان و سناریوی پیش بیاد که یه ویدیو خیلی خفن مثلا با اسپانسر بخواد پیش بره. وگرنه اگه اتفاق بیفته بسته به اون اسپانسرش ممکنه حالا همکاری ایجاد بشه 100%. اگه یه روز یوتیوب بسته بشه، خب اولین مثلا کجا میری فعالیتتو شروع کنی؟ یا مثلا انجام میدی فعالیتتو شروع میکنی؟ خواهشاً نگوی این اینستاگرامو مثلا چی کار میکنی؟ خب ببین این سوالت بستگی داره، این سوالت بستگی به این داره اگر یوتیوب فارسی بسته بشه یا کلا جهانی. نه دیگه کلا جهانی، یوتیوب کلا بسته بشه. خب یه اتفاقی بیفته دیتاش مثلا کلا نابود شد، نتونن اول از همه این چیزی که داریم میگیم نظریه، چون چنین چیزی یا محاله، چون مال گوگل دیگه، چنین چیزی یا محاله یا بعد یه معجزه‌ای رخ بده که این به اصطلاح نابود شه یوتیوب. تو آمریکا این اتفاق افتاد، آره. این اتفاق افتاد، یعنی 2 سال پیش که به قول معروف دیتای سیلیکون ولی کلا نابود شد و اینا به مدت 24 ساعت کلا یوتیوب و گوگل و جیمیل و اینا همه نابود شد و بکاپ رو فعال کردن. یعنی مثلا همون 24 ساعته باید بکاپ رو فعال میکردن. همچین اتفاقی بیفته. میدونم کلا منظور اینه نابود شه آخر زمان. آره دیگه نابود شه. آره نابود شه که میگم من واقعا یوتیوب، یعنی تو الان گفتی همون به شوخی به اینستا اینا، اینستا اصلا هیچ ربطی به یوتیوب نداره. یعنی مثلا یوتیوب تعطیل چه من نمیتونم برم اینستا، چون جای من فعلا کجوانه الان چون محتوایی که دارم میسازم محتوای طولانیه، خب محتوای مثلا یه دقیقه‌ای نیست، نمیتونم برم ریلز بسازم مگر اینکه مثلا در آینده بخوام فعالیت بکنم تو اون سبکای ریلز اینستاگرامی. ولی اگر مثلا یوتیوب بسته شه یه جایگزینی باید خود آمریکا مثلا تو کشور مثلا جهانی مطرح شه برم تو اونا فعالیت بکنم، چون در حال حاضر من رقیبی نمیبینم برای یوتیوب که بخوام توش فعالیت بکنم. اگر بخوایم این رقیبای ایرانیشو بگم که بهتره نگم یعنی یا کلا کنسله میرم سراغ یه شغل دیگه، یعنی همون بکاپه که اول همین ویدیوت گفتم، یا میرم سراغ بکاپه یا منتظر یه جایگزین یوتیوب میمونم که یعنی در حد خود یوتیوب باشه. یعنی جایی واقعا نیست که من بخوام برم، میدونی چی میگم، جایگزینی نیست. یعنی فکر کنی اگه یوتیوبر نبودی الان چه شغل دیگه ای داشتی؟ چه کار میکردی؟ همون فکر میکنی کار برنامه نویسی تو ادامه میدادی؟ بیشک احتمال زیاد من کار برنامه نویسی رو ادامه میدادم. خیلی احتمالش بود گرایش پیدا کنم سمت دوبله، برم سمت دوبله یا اینکه ادیتور شم، این هم احتمالش بود. ولی صدای خیلی خوبی داری یا کجران؟ الان بزنم به تخته گفتی دوبلوری، اصلا خیلی صدا عالیه، میتونی بری اصلا دوبله هم بشی، مثلا در فیلم‌های اکشن
ورژن بدا آدم بدا، دوبله آدم بدا. آره ولی آقا یه مسئله هم که وجود داره، دوبله واقعا آسون نیست. یعنی من خودم دیدم چی کار میکنم، بخاطر همین قضیه یه جورایی همون زده شدم. یعنی اینقدر سخته. بعد عشقشو داشته باشی، میدونی چی میگم؟ مثلا من خودم به شخص عشق یوتیوبو داشتم، اینکه مثلا 4 سال 5 سال من ساعت مثلا 6 صبح بیدار میشدم فلان میکردم اینا، چون دوستش داشتم. یه کاری هم که تو دوست داشته باشی تا تهش میری دیگه، خودت میدونی. حالا این داستانی که برای همه صدق میکنه. اینه که گفتی دوبلوری خیلی سخته. من مثلا فکر کن اون موقعی که دوران مثلا میدل اسکول بودم، دوران مثلا دبستان و اینا بودم، یه بار ما رو بردن دوبلوری دیزنیلند. یعنی ما رفتیم دیزنی، بعد اونجا به همون نشون دادم دوبلوری. یه تلویزیون خیلی بزرگ اونجا گذاشته بودن، هر کسی یه کرکتری داشت. مثلا یه نشسته بودن پشت میکروفون، اون داشت لب میزد این میزد، یه عده از اون ور دوباره کجان، یه عده هم صدای مثلا افکتا رو در میارن. ببین آره دیگه، اونا خودشون به اصطلاح اسم انگلیسیش بامزه بود یادم رفته بود، خودشون صدا رو میسازن. خب مثلا تو دیزنی و اینا این اتفاق میفته، چون خودشون یه بالاخره یه کمپانی خیلی بزرگن، میان مثلا این کارا رو میکنن و علاوه بر دوبلورا میان ساوند افکتا رو میسازن. ویدیوهاش هم هست تو اینستاگرام، خیلی مثلا بود ویدیو مثلا تام و جری، اون ویدیو قدیمی رو مثلا یه یارویی مثلا میومد خودش میساخت برای اینکه مثلا دوباره شبیه سازی کنه اونا رو. و آره کلا این پروسه خیلی سخت و پیچیده است. و حالا غیر از اینکه حالا تو آمریکا و مثلا دوبلور وایس اکتور به اصطلاح آمریکایی رو دیدی، توی ایران هم واقعا خیلی شرایط سخت داره. مثلا میتونم بگم یعنی یکی از میراث دوبله، یعنی یکی از میراث ایران واقعا دوبلشه، با اون دوبلای خفنی که خیلی مثلا توی فیلم و سریالاش دیدیم، کارتوناش دیدیم. و من یکی از دوبلورای ایرانی که خیلی دوست داشتم دوبله فیلم پریزن بریک، همون فرار از زندان. آره اون مثلا تیبک دقیقاً. مثلا من خودم مثلا بعضیا میان، بعضی از دوستان میگن مثلا اونا مثلا انگلیسی میبینن، میگن تو چطور ویدیو رو دوبله میبینی؟ من میگم اینجوری، مثلا برو بریکینگ بد دوبله رو ببین، فرار از زندانی که الان تو گفتی برو اونو ببین. به خاطر این مثلا من دوبله میبینم. خب چون خیلی از فیلم‌ها فقط به خاطر دوبلهشون من میرم میبینم. مزرعه حیوانات بود اگر اشتباه نکنم. آره. اونو گلوری اونو دوبله زده بود و اون توی خود اصلا امتیازش خیلی پایینه، یعنی امتیاز اون خیلی بهش نمره پایینی دادن، ولی به خاطر دوبلهش واقعا برای ایرانی اون خیلی اصلا یه کارتون خیلی جذاب و دوست داشتنی بود و خیلی‌ها رفتن دیدن. و آره یکی از میراث ایران واقعا یه تحولی داره انجام میشه. قبلا مثلا اینطوری بود دوبله میومدن طرف یه متنی میداد میخونینا، ولی الان مثلا میگن نه تو باید بری مثلا اون لهجه اون طرفی هم که داره اینو میگه، چون هر به قول من همه جا مثلا یه فیلمایی اکسنتی داره دیگه. مثلا من بعد انیمیشن ها رو خیلی دوست دارم، دوبلشو میبینم. انیمیشن ها رو مثلا عصر یخبندان و دوبلشو که دیدم اصلا خیلی حال کرد. الان مثلا یکی از دوبلایی که خیلی دوست دارم دوبله تلسپ شدگانه که فکر کنم ندیدی، ولی تلسپ شدگان مال دوبله سورن. واقعا فارسیش با انگلیسیش خیلی متفاوته، یعنی هر کی فارسیشو دیده میدونه چی میگم، یعنی یه چیز متفاوته، یه چیز درجه یک. و خلاصه حالا از این موضوع بخوایم بیایم بیرون و اینا، یه سوالی که من خیلی دوست دارم ازت بپرسم اینه که تا حالا شده یه فیلمی بسازی یا یه ویدیویی بسازی بازدیدش بالا بخوره، مثلا بازدیدش بالای مثلا 50-100 کی بخوره، ولی بگی نباید این کارو میکردم، یعنی خجالت بکشی یا خود چرا این کارو کردم؟ تا حالا شده؟ به ویدیویی که بالای 50 یا 100 کا بخوره، ویدیویی که هیچ جوره ازش خجالت نمیکشم، میدونی، چون ویدیویی که باعث شده مخاطب خوشش بیاد به هر نحوی. چون ببین ویدیو وقتی اوریج دوریشن زیادی بخوره و اصلا حمایت بشه ویو زیادی میخوره، و به خاطر این قضیه من نداشتم ویدیویی که بالای 50 کا بخوره ولی ازش خجالت بکشم. ولی بوده ویدیویی که بسازم مثلا بعد گذشت سالیان سال مثلا برم نگاش کنم بگم این چه ویدیویی بود، این چه حرکتی بود که مثلا اونجا زدم. همون موقع این کاری نمیشه، همون موقع نمیگی،
همون موقع آخه همون موقع حسش نمی‌کنی، مثلا فکر می‌کنی خفنه دیگه، فکر می‌کنی مثلا این حرکتی که زدی حرکت بامزه‌ایه، ولی مثلا بعد اینکه مثلا آپلود میشه 1 ماه 2 ماه میای برمیگردی مثلا با اون ذهنیت بالغ‌ترت نگاش می‌کنی میگی مثلا اینجا این جمله رو نباید میگفتم، این جمله اصلا غلطه، اشتباس، اصلا از هر لحاظی که فکر کنی مثلا توهین آمیزه، بیشتر نباید مثلا میگفتم مثلا بوده. آره مثلا اینجوری ویدیو قدیمی مثلا بعضی از ویدیوها رو مثلا اینجوری بوده که نه جالب نبود اون حرکت. تو چند ساله داره کار یوتیوب انجام من میدی؟ بهار بیاد میشه 5 سال. نیم دهه است که داری انجام میدی. یه دهه نه، نیم دهه. آره. بعد حالا یه سوالی که اینجا میشه مطرح کرد، به نظر تو یک نفر چی میشه که یک یوتیوبر موفق میشه؟ به نظرت ویدیوهاشه یا شانس هم تو اون چیز دخیله تو اون؟ ببین اینو اصولا باید یکی بگه که به نظرم یوتیوبر موفقی بشه. من واقعا خودم در اون جایگاه نمیبینم که بگم موفقم، ولی اینکه صرفا طی 5 سال تجربه و اینجور داستانایی که من داشتم، راستشو بخوای من محتوای زیادی رو امتحان کردم. حالا دوستای خودم نزدیکترن بیشتر اینو میدونن. سعی کردیم ویدیوهای مختلف بسازیم، از لحاظ گیم گرفته، ریاکشن گرفته، حالا هر چی که بوده. اونایی که خیلی قدیمیان و از زمانی که من مثلا 100 تا دونه سابسکرایب داشتم میشناسن منو، که هر محتوایی رو من سولو امتحان کردم، چه گروهی چه سولو، ویو نخورده. یعنی هر حرکتی من زدم ویو نخورده. به خاطر همین قضیه حالا اونجایی که گفتی شانس هم دخیله، ببین این شانس اینجوریه که شاید مثلا کسی که پول داشته باشه و ایده هم داشته باشه، یعنی همزمان هم کاراکترشو داشته باشه هم پولشو، مثلا بتونه بره برای ویدیو هزینه بکنه، بره مثلا با بهترین کوالیتی در حدی که رقابت کنه با بهترین یوتیوبرهای ایران و مثلا کسایی که خیلی معروفن، بره مثلا اون محتوا رو بسازه. البته میگم شخصیتش هم داشته باشه، کاراکترش هم داشته باشه، بره اون شهر، بره تهران، بره اونجا با اون آدما کانکت بشه و ویدیو بسازه، میشه گفت شاید موفق بشه. و این یه جورایی به شانس هم بستگی داره. یعنی من اینجوری بود که 4 سال فعالیت مداوم داشتم ولی خب نشد که بشه. حالا من هم گروهی ویدیو گذاشتم یه مدت، مثلا به مدت 2 سال من گروهی ویدیو گذاشتم، هم سولو، نشد که بشه. ولی مثلا این اواخر این سال آخر گروهیش بیشتر از سولو ویو میخوردی کجان؟ آره گروهیش خب بیشتر میخورد. این چرا این بیشتر میخورد؟ به واسطه دیگران مثلا من دیده شدم، میدونی چی میگم؟ به واسطه دیگران مثلا من شناخته شدم، ویو میخورد. و الان من چی گفتم به عرفان؟ گفتم اگر کسی که مثلا اون پول و اون شانسشو داشته باشه و ترکیب بشه، با آدمای زیادی کانکت میشه و مثلا شاید دیده بشه و شاید مثلا بره اونجا اون ویدیو رو با اون کوالیتی بالا. مثلا تو فکر کن پول داری، میری آقا یه حرکت میکنی، میری مثلا مثل بنیامین بود کی بود، میریم آقا یه ماشین رو میخری، میای دوباره میسازیش، میترکونیش، نابودش میکنی و از اون ویدیو خب 100% بذاری تو اینستاگرام میترکونه، ویو میخوره. یه کاری انجام دادی که هر کسی انجام نمیده. هر کسی نمیاد چه این پولی رو هزینه بکنه که این ماشین رو بترکونه، که مثلا کاستومش کنه که اینقدر مثلا روش حرکت خفن پیاده بکنه. هیچ کس دلش نمیاد این کارو بکنه. میگم توی یوتیوب واقعا همه اینا بستگی داره، هم شانس بستگی داره که میگم اون پولدار بودنش هم شانسشه، یعنی اینکه حالا طرف هم کاریزماشو داشته باشه هم شانسشو که همزمان با هم ترکیب بشه که بتونه خودشو بکشه بالا، چون هر کسی همه اینا رو نداره. مگر اینکه خیلی فقط خوش شانس باشه که محتوایی که میذاره به واسطه بقیه یوتیوبرها دیده بشه، حمایت بشه، با هم دیگه ویدیو بگیرن و کم کم بیاد بالا. واقعا سخته. من خودم به شخص عرفان، حالا هم تو هم بقیه کسایی که دارن میبینن، خیلی آدم بودن که من باهاشون یوتیوب استارت زدم. سعیدم یکیشون بود. الان سعید رافو فکر کنم اولین نفر با اون ویدیو گذاشت. ما اومدیم با خیلی یوتیوبر بودیم و استارت زدیم. از بین اون یوتیوبرها مثلا بگیم 10 تا بودیم، فقط سعید موند. من و سعید فقط موندیم، یعنی همه رفتن. فکر کن کسایی هم بودن که پول داشتن، سیستم و تجهیزات داشتن. من سیستمم توی مثلا بازی هپی ویلز که اولین ویدیو چنلمه با 20 FPS داشتم پلیش میدم، اینقدر افتضاح بود. یعنی اونایی که سیستم و شرایط پول اینا هم داشتن رفتن، فقط اونایی که علاقه داشتن و حالا علاقه هم داشتن و خوش شانس بودن موندن. چون سعید هم علاقه شو داشت، هم خوش شانس بود و تونست مثلا خودشو بکشه بیرون از اون جو کم ویو خیلی پایین و با ویدیوهای گروهی اینجور داستانا کم کم مطرح بشه و بیاد بالا و بالا شناخته بشه و واقعا خیلی خوش شانس بود. ولی اون دوری که باهاش صحبت کردم از ادیتوری شروع کرد. یعنی مثلا خودش میگه من اول کارهای دوبله و ادیت انجام میدادم، بعد وارد این یوتیوبری شدم. برای من نه، ولی تو نه، تو مستقیم اومدی تو یوتیوب. ببین داستان این قضیه من برمیگرده به چند سال قبل، یعنی زمانی که مثلا 14 سالم بود. من خیلی دوست داشتم مثلا فعالیت کنم توی یوتیوب و اینجور داستانا، ولی صدام
اون زمانم میدونی که صدا دورگه است، بعد صدام خیلی وحشتناک بود و فیسشو نداشتم، شرایطشو نداشتم، تجهیزاتو. بعد اینو بگم بهت عرفان، من میکروفون نداشتم، یعنی حتی یکی دو بار من ترای کردم اون ویدیو رو هیچ کس نداره، من تو سیستم قبلیم داشتم، اون پشت تخت است. یه ویدیو من رکورد کردم، آپلودش هم کرده بودم، حذفش کردم. ویدیو رو با سامسونگ گلکسی S4 صدای خودم رو میکروفون نداشتم، دارم میگم تجهیزات نبود، صدای خودم رو با سامسونگ گلکسی S4 رکورد کردم. گیم پلی هم که با بندیکم رکورد کردم، یعنی با OBS نمیتونستم، مثلا بالا نمی آورد، رکورد کردم و اینجوری کات کردم توی ادیت و یه ویدیو به شدت مزخرف لو FPS میگم FPS پایینه نمیدونم چی آپلودش کردم و این هیجان رو داشتم، یعنی از اون روز اول من میخواستم یوتیوبر بشم. چند سال بعد توی 17 سالگی شروع کردم و استارت یوتیوبری یک کله زدم، یعنی اینجوری نبود که مثل سایت برم سراغ مثلا ادیت و اینجور داستانا بعد بیام سراغش، مستقیم اومدم. آره درست گفت. الان یعنی سنت هم لو دادی دیگه، یعنی 22 سالته؟ آره من سنمو لو دادم دیگه، 17 سالگی شروع کردم، الان هفته بهمن شد 22 سالم دیگه. یه سال تو که میگی 5 سال فعالیت کردی، مثلا من چنلت هم میبینم، یا آخرین بار که دیده باشم فکر کنم دیروز بود دیگه چنل تو دیدم و اینا، 50 کی ساب داری دیگه، 56 کی ساب داری. 50. آیا تصمیم فکر میکنی تو سال 2025، یعنی یه سال وقت داری تا 2026 اینا، پیج یعنی سابسکرایب 100 کی میشه؟ این حسو داری؟ اگر این روند پیش بره ممکنه بشه، ولی شاید یه اختلالی پیش بیاد و حالا مثلا این رونده بخوابه. نه چون ببین الان عرفان، من الان خب طی چند ماه اخیر بیشترین تعداد سابسکرایبرامو گرفتم به واسطه اینکه حالا ویوام داره میره بالا و اینجور داستانا. حالا اگر ویو به ماکسیموم حد خودش تو چنلم برسه، شاید این روند افزایش سابسکرایبر یه خورده کاهش پیدا کنه سرعتش و شاید نرسه، ولی اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه تا پایان 2025 آره شاید برسم. خیلی خوبه، لوح تقدیر میگیری از یوتیوب 100 کیشی. چون یه دونم دارم، چون سعید و شایان این قولو به من دادن تو ویدیو که آقا تا آخر امسال باید 100 کی بشن. سعید میشه این قولو به من میدی؟ من این قول رو نمیتونم بدم، چون ببین سعید تو 80 کیه و سعید وقتی ببین بین مثلا من اینو اینجا بگم مطرح کنم تو جلو دوربین، بین سعید و من یه رازی وجود داره و اون راز هم زمانی مطرح میشه و مثلا ریلیز میشه که یا من یا سعید یک نفرمون زودتر 100 کی بشه. یه ویدیویی ضبط شده سالها پیش، همون 4 سال پیش، یعنی اوایل یوتیوبریمون، و توی 100 کایی یه نفرمون، یعنی اونی که زودتر 100 کا بشه، اون ویدیو آپلود میشه. جدی داری میگی؟ یعنی از آره. 4 سال پیش پلن داشتین همچین حرکتی بزنی؟ 5 سال آره پیش؟ من ببین از 4 سال پیش بینی کردم به اصطلاح سعید این اتفاق براش زودتر میفته، چون این ایده رو خودم دادم یعنی ایده این که اون ویدیو ضبط بشه با خودم بود، ولی سعید اون زمان سابسکرایبرش یه مقدار بیشتر از من بود و پیش بینی کردم با اون به اصطلاح راندمانی که وجود داشت مثلا سعید زودتر از من 100 کی شه، و الانم با این اوصاف و با این شواهدی که وجوده سعید باید زودتر از من اصولا 100 کی بشه، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریب بیفته و مثلا چنل من یهو مثلا سریعتر از سعید به اون 100 کا برسه. ولی این پلن آره هست، یعنی هر کی 100 کا شد یه ویدیویی از بین یعنی ما رکورد شده آپلود میشه، و راستش رو بخوام من نمیتونم بهت قول بدم که من تا پایان 2025 100 کی میشم، چون فاصله من با 100 کی شدن با فاصله سعید تا 100 کی شدن خیلی متفاوته و سعید 100% میرسه، یعنی مطمئنا سعید میرسه و خیلی هم حالا اون ویدیو رو ممکنه ببینن، ویدیویی که 4 سال پیش ضبط شده بود، ولی من نمیتونم قول بدم، ولی امیدوارم من هم بتونم برسم، حتی شاید زودتر، شاید من بذارم اون ویدیو رو اگر زودتر برسم. این حرفا نزن، حالا که اینطوری شما دوستان از چنل تو اون راز برملاشه، همین الان همه برن کشوان رو ساب کنن. آره همین الان آنساب کنن. چنل سعید آنساب کنیم، بیاین منو ساب کنیم، من بذارم ویدیو. آره دیگه. آره. یه سوالی که خیلی دوست دارم ازت بپرسم اینه که تا حالا شده ویدیویی الان ساختی، خب همون برمیگردیم به همون سوالی که ازت پرسیدم، الان که ساختی اوکی، الان از اون ویدیو خیلی بدت بیاد، ولی چون ویوهاش بالاست نخوای
پاکش بکنی یا مثلا پرایوتش کنی یا هرچی. اوایل ویدیو ریاکشنم به ویدیو خود مستر بیس بود دیگه، تو دیدی احتمالاً. ویدیوهای اوایلم دوبلش خوب نبود دیگه، چون تعداد کاراکترهای دوبلورامون خیلی کم بود، حتی دوبلور زن هم نداشتیم. یعنی اینقدر فاجعه بود مرد صدا، فکر کن مرد صدا زن در اون. البته ویدیو فام بود، یعنی اینجوری نبود ویدیوش مثلا خیلی جدی باشه، ولی مثلا در می آورد. و مثلا الان میرم نگاه میکنم به نسبت دوبلای الان 100% الان کم و کاستی هم از 100% بعد بهتر شه، ولی مثلا به نسبت اون زمان که دارم میرم میبینم میگم این چه ویدیوییه که مثلا هست به نسبت ویدیوهای الان مثلا چند ماه قبل. ولی الان چون ویوشو به اصطلاح گرفته و حالا داره ویوشو میخوره، من اینجوری هم که حالا دیگه حالا این مخاطبین دارن میبینن دیگه، اینا اصلا فکر کن مثلا ویدیو 100 کی ویو گرفته الان بزنی مثلا حذف کنی، خب چه کاریه، تازه هست ولی مثلا از کیفیتش ناراضی‌ام، میدونی مثلا مال بیش از مثلا تقریبا 8 ماه پیشه، میدونی چی میگم، ولی مثلا هست دیگه. من گفتم حالا باشه، ولی با اینکه از دوبلش مثلا راضی نیستم، اینقدر مثلا بی‌کیفیته به نسبت الان. این ویدیوهای سالهای قبل تو خوشت نمیاد ازش؟ این مثلا ویدیوهای سال قبلمون خوشم میاد، ویدیوهای دوبله رو دارم میگم. الان مثلا یه دوبله رو داری میگی؟ آره مثلا اون دوبله مثلا اونجوری مثلا راضی نبودم، میگم کاش که با کیفیت تر بود. ولی خب مثلا ببین آخه من کمالگرام نیستم عرفان، مثلا اینجوری هم که دنبال این نیستم که روند کاریم اینجوری باشه یهو خوب بشه. من اینجوری هم که پله پله خوب بشه. من از 4 سال 5 سال پیش همین بودم. یعنی اگر می‌خواستم خیلی خفن شروع کنم، بعد وای می‌سادم این میکروفون رو بخرم، این صندلی رو بخرم، دوربین رو بخرم، اون پردازی بخرم، بک‌گراند درست کنم، بعد شروع کنم. اومدم با یه پردازی. نه خیلی‌ها کمالگران. ببین خیلی‌ها مثلا خیلی از دوستای من هستن هنوز 4 ساله میخوان یوتیوب استارت کنن. 4 ساله. من این کارو نکردم. میدونی چی میگم؟ منظورم اینه من حالا زیادی هرس اینو نمیخورم که چرا وای. اینجوری هم که ای ولمت کم، حالا روند اینجوری بوده، بعد انجام میشد. انجام دادم. اینجوری مثلا بهش فکر میکنم. اصولا ببینم به غیر از یوتیوب چی کار میکنین که حالت خوب میشه؟ حالا به غیر از فیلم دیدن و نمیدونم این اینستاگرام چرخیدن و اینا، چی کار میکنی که حالت خوب میشه؟ یوتیوب منظور یوتیوب دیدن بود یا یوتیوبر بودن بود؟ هم یوتیوبری، همین که مثلا یوتیوب دیدن، فیلم دیدن، نمیدونم کلا اینا رو بذار کنار. چیکار می‌کنی که حال خودت بهتر بشه؟ آره چیکار می‌کنی که حالتو بهتر می‌کنه؟ ببین من خودم به شخصه، حالا قبل اینکه جواب سوالتو بدم، خودم واقعا ویدیو درست کردن و یعنی آپلود کردنش بهترین حس دنیا واسه منه. حالا بقیه رو کار ندارم. یعنی یکی از دلایلی که من 5 سال از یوتیوب نرفتم همینه، چون ویدیو میسازم مردم میان میبینن، واقعا یکی از سرگرمیای من همینه. یعنی علاوه بر اینکه کاره سرگرمی منه، لذت میبرم ازش. ولی غیر از پروسه روند ساخت ویدیو که از عاشقشم و یه جوری سرگرمیه برای من، اصولا برای اینکه حالم بهتر بشه اینا، یعنی ببین من کاری نکنم عصبی میشم عرفان، من باید یه کاری بکنم و اون کار اینه که مثلا اگر کاری مثلا یوتیوب نباشه و کار نکنم، اینجوریه که باید یه چیزی یاد بگیرم. مثلا آقا نمیدونم میرم یه ویدیو آموزشی میبینم، حالا میگه ویدیو نباشه، مثلا میرم یه زبانو مثلا تقویت میکنم، یا مثلا دنبال یه یادگیری هستم، یعنی دنبال یادگیری هستم، مثلا برم گیم بزنم عصبی میشم. گیم میزنم و نه اینکه نزنم، ولی بزنم اینجوری هم که دارم وقتمو تلف میکنم. و بیشتر مثلا اینجوری هم که میرم دنبال یادگیری به عنوان سرگرمی. ولی اگر یادگیری هم نباشه، برای اینکه مثلا تفریح بکنم، یه چیزی مثلا خارج از یادگیری باشه، خیلی دوست دارم برم بیرون قدم بزنم، نه اینکه حالا مثلا با دوستام برم بیرون، تنها مثلا برم بیرون، چه میدونم طبیعت رو ببینم، برم پارکی جایی اینا. یعنی مثلا یه خورده از محیط مثلا خونه فاصله بگیرم و برم مثلا بیرون همینجور قدم بزنم. اونطوری رو بیشتر دوست داری؟ دوست بگم تو آدم این هستی که با مثلا تنهایی رو بیشتر دوست داری یا با رفیقات مثلا بری بیرون؟ عشقا الان چون گفتی به خاطر این سوالو دارم میپرسم. ببین من دوست داری تنها باشی یا بری بیرون؟ ببین من دوست دارم با بچه‌ها برم بیرون مثلا، ولی ببین من درونگرام، تو هم احتمالاً درونگرا باشی. اصلا کلاً برنامه‌نویسا رو کلا دقیقاً بخاطر همین می‌خواستم بگم، اصلا از کلا از نوع حرف زدن طرفم میشه فهمید درونگراست. من کلا ترجیح هم همون تنهاییه، ولی اینجوری نیست که مثلا تنهایی رو ترجیح بدم. مثلا اکیپی که میدونی یک فرق بین اساسی بین درونگرا و برونگرا اینه که برونگرا با همه میسازه، منم میسازم ولی اینجوری نیست که با همه حال کنی. مثلا اینجوری هم که بر رفیقش باشه. مثلا من الان رفیقای یوتیوبرم تو
شهر خودم که نیستم، مثلا اینجوریه که یکی تو تهران، یکی گرگان، یکی مثلا تبریز، یکی یه جا دیگه است. مثلا اگر جمع میشدیم با هم حال میکردیم، میرفتیم بیرون اینا حال می. ولی اصولا چون شرایطش فراهم نیست توی دیسکورد بیشتر با بچه‌ها وقت میگذرونیم. ولی خودم بازم بیشتر میگم انتخابم تنها بودنه، چون آدمایی که مثلا میخوام باشون وقت بگذرونم و خیلی شبیه منن و سخت پیدا میکنم و به خاطر همین قضیه تو اینترنت راحت‌تر پیدا میشن و اصولا مثلا اگر بری تهران و اینا به صورت حالا فیزیکی و حضوری بیشتر در دسترسن. ولی خب من خودم به شخصه بیشتر اوقات حالا بخوام جایی برم، کاری بکنم، تفریح داشته باشم، رفیقام محدودن به یکی دو نفر، یعنی واقعا خیلی شلوغ نیستم. یعنی اینجوری نیستم که مثلا 5 نفر آدمو جمع بکنم و برم مثلا پارتی و فلان و بیسار، نه زیاد اهلش نیستم. ببینم تو قهوه زیاد میخوری یا نه؟ چون برنامه نویسا معمولا قهوه خورم. آره نه من قهوه زیاد نمیخورم. اصولا قهوه هم بخوام بخورم واسه همون خوابشه دیگه. مثلا اخیراً اذیت شدم دیگه به خاطر خواب و اینا. ولی اصولا من برنامه‌ریزیم، حالا سعید توی ویدیو خودش شوخی میکرد، من اصولا مثلا ساعتم الان پشتم معلومه، ساعت 10 و 11 تا همین 8 ماه قبل میخوابیدم، 6 بیدار میشدم. الان مشکلی که پیش اومده اینه که من همزمان هم 6 بلند میشم، هم مثلا 12 یا 1 شب میخوام و خیلی مشکل خواب پیدا کردم. ولی بازم قهوه نمیخورم، یعنی خیلی مقاومت میکنم چون قهوه رو زیاد دوست ندارم راستشو بخوای. اصلا کلا از چیزای تلخ و نمیدونم اینجور چیزا خوشم نمیاد. تلخ و ترش زیاد دوست ندارم. چه چیزی هستی واقعا، کمالگرایی، درونگرایی. آره واقعا هستی. نه آخه ببین من واقعا یه قهوه یه روز نخورم مثلا سردرد میگیرم. تو آخه عادت کردی دیگه، قهوه نخوری سرت درد میگیره. ببین من گجران یه مدتی بغل میزم، حالا اینجا نه، من یه دونه دیگه یه دونه مانیتور دارم اونجا، اون دوتا ویدیو اصلی و اونور میگرفتم. بعد به قول معروف دیدم واقعا بک‌گراندم قاطی پاتیه، کل زندگی معلومه. بعد یکم هم اینجا به هم ریخته است. الان اومدم این یکی میز کارمه، این که الان دارم ویدیو میگیرم با تو. بعد بسیار. من اونجا باور شاید نشه یه دونه قهوه ساز گذاشته بودم. بعد از این قهوه های مثلا پودرو هم یه دونه از این، حالا اینجا نمیدونم ایران هم هست یا نه. نه فوری نیست، میگم قهوه ساز بود کلا، باید اصلا خود میساختیش. خب یه دونه از این انقدریا قهوه گرفتم، واقعا مثل استارباکس بود اصلا، ولی توی یه جعبه خیلی پک شده، به قول معروف خیلی به قول معروف باحال بود. مثلا من که بلند میشدم فکر کن در روز یهو 3 تا 4 تا قهوه باید میخوردم. آره. یه دونه از این کاپا دارم انقدری، یه دونه از این لیوانا دارم، باید بخورم، نخورم سردرد میگرفتم دیگه. تو عشق آره قهوه. ولی الان یه سال کم کردم، یه سال واقعا کم کردم. یه سال به جای 3 تا 4 تا یه دونه میخورم، اونم صبحاست. چرا؟ چون من صبح باید 5 بیدار شم برم به قول معروف محل کارم. آره میدونم تو شرایط داره اینجوریه. آره بعد از اون ورم عصرا ساعت فکر کن 6 و نیم 7 میام دیگه، یه دوش میگیرم، نمیدونم یه چیزی میخورم، نخورده خسته علاک میخوابم. یعنی دیگه به قهوه دوم سوم نمیرسم. برای همین ازت پرسیدم، گفتم تو قهوه خوری؟ چون معمولا کسایی که کد میزنن، کسایی که برنامه نویسی میکنن، قهوه میخورن که اعصابشون یکم راحت شه. دقیقاً میدونم درکت میکنم. از این کانتنت در نمیاری، از همین برنامه نویسی خوبه که ببین من عرفان، من کلا آره درست رشتم برنامه‌نویسی بوده، ولی یعنی علاقه واقعا به برنامه‌نویسی ندارم، یعنی برنامه‌نویسی هم نمی‌کنم. بیشتر حالا گرایشم سمت همون طراحیش بوده که رفتم سمت یو یو ایکس، حالا به اصطلاح همون دیزاین، همون طرح چیزشو رفتم سراغش، فرانت اندشو رفتم و سمت کدشو نرفتم، دیولپ و اینجور داستانش. ها فول استک نیستی پس تو؟ نه نیستم. فرانت که بابا آسونه، اون بک انده که یکم نه بک اند میم شده بود. آره. میم شده بود دیگه، گفته بود آقا فرانت رو شماها میبینین میگین چقدر آسونه اینا ولی بیاین بک اند رو ببینین فرار میکنین. دقیقاً اصلا من میترسم خودم شخصا، اصلا سمت بک اند نمیرم، ترسناکه اون محیط.
تو اونو ولی پول بکند بیشتر از فرانت خیلی اگه بیشتر. خواستی یه زمانی بری مثلا یه ساعتی، مثلا من چون مثلا کار میکنم با این افراد اینا، کسایی که بکند بلدن مثلا ساعتی $45 تا $50 میگیرن. آره ولی کسایی که مثلا فرانت بلدن و از این جور حرفا ساعتی همون $20-25. آره خیلی بیشتره، تقریبا 2 برابره. یه سوال برام پیش اومده، خیلی دوست دارم ازت بپرسم که من از آره. همه کسایی که تا الان اومدن اینجا پرسیدم، از تو هم میخوام بپرسم. یه روزه یوتیوبری، یه روزی که مثلا تو از خواب بلند میشی تا شب چجوریه؟ یه روز که از خواب بیدار میشم تا شب چیکار میکنم؟ آره چی کار میکنی؟ برنامه روزمره. خیلی خوب. ببین من اصولا خلاصه بگم، یعنی اینجوری نباشه یه روزش مثلا به خصوص بخوام مثال بزنم، ولی اونجوری هم که من 5 سال هر روز ساعت 6 بیدار میشم. حالا اون زمانی که بعضی از ویدیوهام خیلی اکثر همه ویدیوهامو خودم ادیت میکردم، ساعت 6 بیدار میشدم که ادیت بکنم. بعد اون موقعم تامنیل زن نداشتم، مینشستم ادیت میکردم ساعت 6 تا مثلا هولوش 11 و اینا. بعد ادامه‌ش هم میرفتم سراغ آپلود ویدیو و همزمان مینشستم مثلا توی فتوشاپ تامنیل ویدیو رو میساختم. بعد در ادامه روز مثلا چیکار میکردم؟ میومدم نهارم و مثلا ساعت هولوش همون 1:12 میخوردم. بعد در ادامه یه مقدار مثلا استراحت میکردم و ویدیو رو ضبط میکردم ساعت 3 که هنوزم همینم، یعنی ویدیو رو ساعت 3 و اینا تقریبا 3-4 اینا. توی ویدیو هم بک‌گراندم مشخصه، اکثر اوقات ویدیویی که سولو میگیرم ساعت 3 و 4 ضبط میکنم و بعد در ادامهش اگر کلاسی باشه، چون بعضی روزام کلاس دارم، همون هولوش 5 تا مثلا 6 و 7 به کلاس میپردازم و بعد شبش هم میشینم تایم حالا یا فیلم دیدم باشه یا چیزی باشه که بخوام همینجوری تو یوتیوب بچرخم، یا بخوام مثلا ایده پردازی بکنم و با بچه‌ها حرفی بزنم، یا از اون طرف یا یوکس رو بخوام هندل بکنم یا یه چیزی، اون موقع انجام میدم. بعدش دیگه شب هولوش مثلا 10 و اینا دیگه میخوابیدم. الان بیشتر مثلا تا 11-12 اینا بیدارم که کارهای دیگه هم انجام میدم. روند کاری منظمی داری، آفرین. آره اصولا اینجوری هم. شامم هم اینو بگم، بچه‌ها بازم مسخره میکنن، اینم بگو آمریکایی‌ها چه جورین. توی ایران اصولا میدونی که ساعت مثلا 9 شب یا شام میخورن، ولی توی ایران یعنی توی ایران اینجوریه، ولی من اصولا شامم مثلا ساعت 5 میخوام. مثلا همین الان 5 من شام خوردم و نمیدونم توی آمریکا احساس میکنم آمریکا هم اینجوریه، ساعت 6 و اینا شام میخورن. اینجا 6 میخورن. آره بعد آره من غذایی هم که میخورن واقعا مثل غذای شماها نیست. یعنی مثلا برنج نمیکشن. آره. 20 انقدر نمیدونم. من برنجم نمیخورم. بعد اینم بگم بهت عرفان، من اتفاقا یکی از دوستان آمریکایی اسمش کریس بود، باهاش داشتم حرف میزدم همین تقریبا چند ماه قبل. مثلا بهشون میگفتم آقا ما تو ایران مثلا نمیدونم چی شد یهو مطرح شد، گفتم آقا مثلا اصولا تو ایران مثلا ساعت 8 اینا شام میخوان، نهار مثلا یهو 4 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر بوده دیگه. آقا من رفتم مهمونی یهو مثلا طرف 3 مثلا نهار مثلا میخوریم، 4 مثلا نهار میخوریم. خب من تو خونه خودم اینجوری نیستیم، چون من خیلی حساسم سر این قضیه، دیوونه میکنم همه رو. ولی مثلا تو ایران اینجوریه که مثلا ساعت 4 مثلا طرف نهار میخوره، یا مثلا شام مثلا ساعت 9 میخوره، مثلا 12 شب 11 شب شام میخوره. به یکی از دوستان آمریکایی مثلا گفتم آقا ما تو ایران داریم اینجور داستانیه، ولی من مثلا 5 میخورم. مثلا طرف قاطی که گفت پس کی میخوابین مثلا شما ساعت 9 میخورین؟ میگیم یا 12. میخندیدن مثلا آجی ما 9 میخوابیم، ما 10 میخوابیم، ما اصلا چطور 12 میخوابیم؟ و مثلا بهشون مثلا این چیزا خنده‌دار بود براشون. بعد مثلا میگفتم تو مهمونی مثلا ساعت 9 مثلا 11 شب چای میارن. گفت بابا ما چای ساعت 5 بعد از ظهر بخوریم به خاطر کافئینش خوابمون نمیبره. چجوری این کارو میکنین؟ و آره کافئین داره مگه؟ آره تقریبا هر فنجون چای 40 تا 70 میلی گرم اگه اشتباه نکنم کافئین داره. نمیدونستی؟ نه داره کافئین داره. چون من چای میخورم میخوابم، من چای میخورم خوابم میگیره. مادرم هم همینو میگه چای میخورم خوابم میگیره بیشتر. مثلا میگم 12 شب. چرا؟ شاید باور مغزه که اینطوریه. شاید باور مغزه، شاید هم واقعا دلیل علمی داره، ولی چای کافئین داره. یعنی من خودم صبح چای میخورم به جای قهوه واقعا انرژی میگیرم و کافئین چای کمتر از قهوه است، بخاطر من چای رو ترجیح میدم به اصطلاح قهوه و من انرژی میگیرم اصولا، خوابم نمیگیره. ببین
من نمیدونم حالا مدارس ایران اینطوریه یا نه، ولی مدارس اینجا اینطوری بود که صبحونه که مثلا همون ساعت 6 و نیم آدم میخورد میومد، مثلا میرفت مثلا تا 8 کارش انجام میداد. کلاس ها معمولا همیشه 8 برگزار میشه و اون موقع 8-9 احساس میکنم تقریبا تو آمریکا آره اینجوریه. آره 8 نه 8 هم نه 8. آره ما میرفتیم سر کلاس تا ساعت 10. بعد اینجا هر زنگ 50 دقیقه بود، من یادم. آره خب یعنی 50 دقیقه بود، یعنی مثلا 8 میرفتیم سر کلاس تا ساعت 9 مثلا. ما چیزیم چرا میگم تا 9 تو میگی که این 60 دقیقه است، حالا چرا چیزه؟ چون 10 دقیقه اولش توی ایران من یادمه که بچه ها تو صف وای میستادن. آره خب صف بندی اینجا نه، میرن سر کلاس 10 دقیقه صبحگاهیه که مثلا میان میگن که آقا شما به قول امروز این تو مدرسه این اتفاق میفته، اناونسمنت بهش میگن، اناونسمنت ها رو میگن، اطلاعیه. بعد به قول اطلاعیه میدن، نمیدونم قسم خوردن به پرچم آمریکا رو انجام میدن. شنیدی دیگه اون چیزو، قسم خوردن به پرچم آمریکا رو به قول معروف اونایی که بومی نیستن هم قسم رو انجام میدن. چجوریه داستان؟ نه اصلا فرق نمیکنه، چه معلم چه به قول دانش آموز بلند میشن رو به پرچم متن رو میخونن. یه متنیه به اسم مثلا Pledge of Allegiance که میگن I pledge of allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands اصلا غیرت دارن رو پرچمشون. نه این کلا برای مدارسه، این اصلا قسم پرچم به پرچم آمریکاست. بعد اینو میخونن تموم که میشه، مثلا اناونسمنت ها رو میگن، میشه مثلا 8 تا 10 دقیقه اینا دیگه. 8 تا 10 دقیقه کلاس شروع میشه تا ساعت مثلا 9 دوباره زنگ میخوره، میرن یه زنگ دیگه تا ساعت 10 میان وعده شونه که 15 دقیقه است، مثلا تا ساعت 9 و 15 دقیقه بهش میگن مثلا نوتریشن. بعد که اون تموم میشه میره تا ساعت 12 و نیم. 12 و نیم یه وقت ناهاره که بهش میگن لانچ تایم و اینا. اونم نیم ساعت تا 45 دقیقه است. معمولا مدارس مثلا حالا یه ساعت هم انجام میدن، ولی من چون مدرسه‌ام چارتر بود اون موقع که میرفتم 45 دقیقه بیشتر نه، نیم ساعت تا 45 دقیقه. بعد دیگه چیز میشد دیگه، وقتی هم خونه می اومدیم مثلا میشد 3 و نیم 4 دیگه، چون مدرسه اینجا تا ساعت 3 مخصوصا های اسکول و اینا تا ساعت 3 دیگه می اومدیم خونه و اینا، میشد 3 و نیم 4. دوباره میرفتیم یه دوش میگرفتیم اینا، یه چیزی اگه تلفنی بود اگه با دوست دختری چیزی بود میرفتیم بیرون و اینا. بعد دیگه شام و دیگه بعدش هم کارهای مدرسه و اینا تموم. شما بعد های اسکول فکر کنم یه جشنی دارین به اسم هوم نمیدونم چی، اگر بگی خیلی یاد میشه، یادم رفته. ما بهش میگیم چیز بهش میگیم پرایم، بهش میگیم پرایم سلبریشن. آره که پرامپ نه پرایم، ای چه خاطی که پرام اینا رقص سال آخر های اسکوله، سال سینیور. یه چیز دیگه داشتین فکر کنم ملکه و کوین و کینگ رو میگید برای فوتبال آمریکایی میگن. آره اونو بهش میگن پرام. یه مراسم هم فقط برای بچه‌ها. یه یارویی گفت بهش میگیم نمیدونم هوم حالا پرام هم بهش میگن، یعنی آره هر هوم اسکول منظوره. هوم اسکول منظوره. نه یه جشنی بود همین پرامه، یعنی فکر کنم همین پرامه، ولی مثلا یه اسم دیگه هم بهش آره پرام میرین فکر کنم دختر و پسرا با هم دیگه مثلا میرن میرقصن جشن آخر سال. یه دختر برای خود انتخاب میکنی. آره یه به اصطلاح با یه خانومی میری مثلا بازی‌ها رو میبینی، جشن‌ها رو میبینی. آره میدونم. نرفتم من. خب یه دردسری هم خوردم پرام. من واقعا به یه دردسری خوردم. چه دردسری؟ من ببین من با 3 تا دختر تو رابطه بودم. خسته نباشی. ایول. خسته واقعا نباشی. شانس آوردم تو اون پرام. زنگ زدم به اولی گفتم خب بیا بریم دیگه. اینا گفتشی من نمیتونم بیام، من جایی مثلا دعوتم بشم، چون اینا پرام هم خودش پولیه، یعنی تو باید پول بدی بری. اینطوری نیست که مجانی باشه اینا، نه بلیتش مثلا یه چیزی اولش 70-80 دلاره. میگن دونیت ولی دونیت نیست، میکنن ازت یعنی چون هزینه میکنن بابت اون چیز واقعا مثلا.
آره دیگه بهش گفتم بیا بریم، گفتش که نه من نمیتونم کار دارم. گفتم اوکی. دومی خودش پیام داد گفت من مریض شدم گلوم گرفته نمیتونم اینا. دیگه سومیه دیگه جور شد رفتم. دیگه گفتم دمت گرم خوب. آره دیگه. ولی میگم خود پرام بعد ملکه مشخص میشه، یعنی مثلا ملکه رو فکر کنم اون بین بازیکن‌های فوتبال آمریکایی انتخاب میشه. آره چیز یعنی بازیکن چیزش نه. 1 ماه قبلش یه رأیگیری صورت میگیره و جواب اون رأیگیری رو اعلام نمیکنن، یعنی تا اون لحظه اعلام نمیکنن ملکه. البته اینا رو تو خود دختراست، یعنی مثلا پسرها دخالت نمیکنن. پسرها کینگ نمیشن؟ من فکر کردم پسرها کینگ نه پسرها کینگ هستن، یعنی خود هر کدوم این پسرها که میرن اونجا کینگن. ولی مثلا به اون میگن دختر شایسته، یا مثلا دختری که خیلی شایسته سال. آره میدونم، فهمیدم. آره شایسته سال. این خود دختراست، یعنی مثلا ما پسرها دخالتی نداریم، ما کارهای دیگه شو انجام میدیم. ولی خیلی مراسم خیلی باحالی هم هست. رقص رو نمیدونم حالا میای میبینی. البته شما که آمریکاییه. آره من که آمریکاییم. ولی حالا میای میبینی باحال. همین مراسم خب توی دانشگاه هم هست به صورت بزرگتر، یا اون تو مقطع دکترا دیگه. آره. مثلا طرف چیز شده اینا. بعد بین همین مثلا دانشگاه و های اسکول یا همون دبیرستان، حالا توی ایران بهش میگن پیش دانشگاهی، اینجا ولی بهش میگن کالج. 2 سال هم هست. حالا اگه خواستم مثلا برن و اینا اونجا هست. ولی باحاله. حالا نمیدونم همچین مراسمایی توی ایران هست یا نه، فکر نکنم باشه دیگه. طبیعتا اصلا نمیشه در مورد این مراسم‌ها توی ایران صحبت کرد، اصلا خودش جرمه. آره و نه ما چه این مراسمایی رو نداریم. یه جشن تکلیف داشتیم و دیگه سلامت باشیم. دیگه من جشنی رو واقعا به یاد نمیارم چه جشنایی داشتیم واقعا. جشن آره یه جانمازی به ما دادن. من یادش به 15 سالگی بود کی بود، یه جانمازی به ما دادن. گفتم برادر من تو اون جشن نبودم، نمیدونم چند سالگی بود. نمیدونم یه حرکتایی زدن. ولی خب آره دیگه ما این شکلی بود جشنمون توی ایران. پسرا هم جشن تکلیف میگیرن. من فکر می‌کنم فقط واسه دخترا میگیرن. دخترها 9 سالگی چیز میشن دیگه. آره 9 سالگی میدونم. یه پسرها هم دارن. پسرها 15 سالگی مثلا بالغ میشن میگن. میدونم مگه پسرها هم جشن تکلیف میگیرن مدارس واسهشون؟ برای ما که گرفتن دیگه. حالا ما رفتیم، ما رو بردن یه مسجد و توی واسه ببینم جشن تکلیف. الان برام سوال شد واقعا. برای پسرها نمیگیرن واقعا. میگیرن اینا بنابراین مورد پسر سن تکلیف مورد نمیدونم. جشن تکلیف دانش آموزان پسر سال 95. اینا تو حالا من نمیدونم اونجا کشوان تو احساس. آره حاجی من نمیدونم حاجی من چی بود اینا، ولی دیگه جشن بود دیگه. ما رو بردن یه جانمازی به ما دادن، همین در این حد من اینو میدونم دیگه. هیچ وقت هم استفاده نکردی گذاشتی اون فقط؟ نمیدونم کجاست. راستش بخوای نمیدونم چه اتفاقی واسه جانمازی افتاد. ولی آره دادم. حالا یه سوال ازت دارم کشوان، اینه که یه رازی بگو که توی هیچ ویدیویی نگفتی میخوای اینجا بگی. خب نه گفتم دیگه، اون راز رو زودتر گفتم. ویدیویی که ببینم چیزا میگی ویدیویی که با سعید قهره. آره اونو که به زودی میبینن بچه‌ها. یه رازی یه ویدیویی که ما رکورد کردیم. شاید اصلا ویدیوشو سعیدو نذاشته باشه. اصلا سعید شاید ویدیوشو نداشته باشه. داره؟ نه داره. برای من فرست هر دومون بکاپ گرفتیم ازش توی گوگل درایو. خب برای منم بفرست. من خیلی دوست دارم اونو زودتر از بقیه ببینم. اونو نمیتونه. برای منم بفرست. امکان نداره. یعنی هیچ کس، یعنی حتی زن سعید اجازه نداره که اونو ببینه. یعنی اگر شما رو بنده گول بزنم و دعوتت کنم به آمریکا، اون چی مثلا میشه؟ اونجوری شاید یه حرفایی بزنیم با هم. اون موقع میایم سر مذاکره. حالا فعلا زوده. حالا اگر شرایطش فراهم شد ان شاءالله مذاکره میکنیم.
هدف بعدی سعید رو میذارم این، یعنی مثلا چون لایو میذاره دیگه، میگم آقا هدف دونیت تو این بذار، خودم هم پرش میکنم میخوام اون ویدیو رو بذاره. تو که راضی هستی اگه بگی آقا فقط من نیستم کجوان، تو که راضی. ببین اون ویدیو ما توش یه گلی دادیم و توی ویدیو گفتیم، میدونی عرفان، تو اون ویدیو گفتیم 100 کاشیم، یعنی یه چیز بود، چی میگن، یه گفری گذاشتیم روش، گفتیم هر کی حتی اگر 10 سال طول کشید رسید بذاره، و اینو تو اون ویدیو گفتیم و من یادم نمیره اون ویدیو هیچ وقت. پس رفاقت تو با سعید خیلی حاجی قدیمی، آره قدیمی، خیلی وقت پیشه، دوستای قدیمی. پس میگم من و سعید تنها کسایی ما بازمانده ایم به اصطلاح، یعنی همه اون بازمانده جنگ جهانی که میگن شما بازمانده یوتیوب فارسی اصلا سال اون زمان که شروع کردیم 2020 سال 2020. من یه چالش 3 ثانیه‌ای واسط دارم. 3 ثانیه. خب 3 ثانیه نه بیشتر. خب و اینم اینه که باید تو این مدت یه جمله‌ای بگی که بفهمیم تو خیلی آدم خفنی هستی، خیلی آدم مثلا باحالی هستی. بگو زودتون ترین. من خیلی آدم خفنی هستم. همین؟ نه یه جمله بابا درست حسابی بگو. اینم جمله است یه مرد حسابی دارم میگم آدم خیلی خفنی هستم. نه یه جمله‌ای بگو که خودتو توضیح بدی و بگی آقا من این کارو کردم، این حرکت رو انجام دادم، یا مثلا اینا به این فکت خفنم. ببین من ناامید نشدم، فقط همین رو میتونم بگم. و یه جمله هم دارم تو چند تا جا نوشتم، hope is the last to die. معنیشو تو میدونی ولی فارسیش میشه امید آخرین چیزی که میمیره، و واقعا بهش اعتقاد دارم. یعنی تنها چیزی که از خودم خوب میبینم اینه که ناامید نشدم خب تو هیچ کاری، یعنی اینجوری بودم که تا تهش رفتم. یا این جمله معروفه. آره دیگه، یا موفق میشی یا نمیشی. hope is the last to die. اینو چیزی هم گفته اون یارو چی بود؟ با همون که یارو دانشمند بود به خدا استیون هاکینگ. آره اینو اونم میگفت آجی. آره بنده خدا گفت خدا وجود نره یهو فلس شد. خدا گفت انتقام میگیره. یعنی خدا منتظر این بود که این حرف منتظر یکی بگه بگو من وجود دارم تو ثابت کنم. آره دیدی مثلا یارو یه جرأت داری بگو ببین چیکارت میکنه. داری بگو. آره ولی حاجی چه زن خوشگلی داشت. آره بنده خدا. بعد زمانی هم با اون زن آشنا شد که فلج نبود دیگه. بعد یهو مثلا این ژنتیکی هم نبود، یعنی مثلا بری تحقیق کنی اینجوری بودی یهو مثلا این به داستان خورد، به بیماری مبتلا شد و بدبخت شد. آره دیگه. ولی خب خیلی خدمت کرد دیگه به جامعه. آره ولی میگم اون خیلی خدمت کرد، خدا رو نتونه ثابت کنه. آره بعد آخرش یه پشیمون شد که ما خدا وجود داره غلط کردم. آره آخرش گفتش که برایش گفتش که من حالا من نمیدونم این واقعی بود، حالا به طبع شوخی بود، یکی گفت شیعه شد مرد. نه اون احتمالا نمیدونم، واقعا فکر کنم همین چرت و پرت بوده، یه چیزی گفتن. آره ولی من یه جا خوندم گفتش که گفته بود که الان میتونیم به وجودیت خدا راجبش فکر بکنیم. یه این دیالوگو گفته بود. آره اینو گفته بود. میتونیم الان میتونیم فکر بکنیم. فکر کنم توی فیلم The Theory of Everything اینو گفته بود، یعنی داخل خود فیلم Theory of Everything که تئوری همه چیز یعنی فیلمی که خودش از توش نقش ایفا کرده، یعنی یه کاراکتری که بازیگری کرده به جاش، اینو گفت فکر کنم اگر اشتباه نکنم. چون جرأتی کرده این نقش اینو گرفته. فلج نشده خودش. اون خود خیلی قیافش شبیه خودش بود و عره فلجه رو در آورد و واقعا خیلی خفن کارو انجام داد. واقعا نمیدونم اسم بازیگرش چی بود. ولی فهمیدی که مثلا برگشت دکتر وقتی که مثلا آخر عمرش بود و اینا بهش گفتن که حالا که مثلا میتونی با این داروها خوب بشی، مثلا با این کارو بکنی، مثلا بتونی صحبت کنی، نمیدونم میتونی مثلا راه بری. من یه مطلبی خوندم نوشته بود که وقتی به طول آخره عمرش نزدیک شده بود، دکترها قرار بود که اینو عمل کنن و خوب شه،
که این اتفاق واسش افتاد. اون بیماری عمل کردنی نیست، یعنی فکر نکنم واقعا بشه. چرا یه شوک میدم بابا فلج شده بود طرف، دیگه یه شوکی بهش میدادن خوب میشه دیگه. همین مثلا همین اتفاقا دقیقا بعد از مردنش هم این چیز اومد، این سوکت ایلان ماسک اومد گفتش میتونه هر فلجی رو درست بکنه. انگار منتظر بودن این بمیره. این اومد آخه یه چیزی اومده میذارن تو مغز تمام چیزای یعنی سوراخ میکنه خودت. آره که به قول معروف چیز میشه. آره منتظر بودم بمیره طرف. آره نه دیگه این چون گفت خدا وجود نداره، خدا این کاری که زودتر بمیره. زد دختش. یعنی میگن کل کل نکن، میگن بزرگتر از خودت. آره شوخی نکن، درگیر شوخی نکن، بیا زد ناکارت کرد. برای سوال آخر میخوام ازت یه سوال بپرسم. اگر قرار بود یه جمله‌ای توی صفحه اول یوتیوبت بذاری که همه دنیا ببینن و ازت الگو برداری بکنن، چی می نوشتی؟ ببین یه جمله من تو بنرم نوشتم دیگه، خودت خوندیش، همونو می نوشتم. یعنی 2 جمله است، یکیش In God We Trust که یکیش هم همون پایین سمت چپ نوشتم Hope is the last to die که اون بابا In God We Trust رو که توی دلارای آمریکا هم می نویسن بابا. خب ببینن دیگه، بیشتر ببینن، روی دلارا نمیبینن، همه دنیا ببینه. پس ما منتظر اون ویدیو سیکرت از سعید باشیم تو چنل به زودی. آقا ببینیم آقا یا منو یا سعید رو ساب کنین، سری سرکشیم بذاریم. بالا شما باید الان ما رو پروموت کنیم. راست میگینم، منطقیه برات. شما ما رو باید پروموت کنی. اگر ما رو میشناسین آقا عرفان حتما ساب بکنین، درجه 1 دوست داشتنی. آره زنده باشین. آقا دمت گرم که اومدی به این مرسی که دعوت کردی. جذاب. امیدوارم که به قول معروف No problem, I appreciate that to all. ولی دست در نکنه اومدی، تو یه لطف خیلی بزرگی کردی به من، با اینکه شاید کمتر در ارتباط با هم دیگه بودیم ولی این دعوت رو پذیرفتی اومدی. من با خیلی رفیق بودم، خب مثلا سعید دمش گرم اومد، شایان دمش گرم اومد، تو هم دمت گرم اومدی، ولی قول میدم تو این ویدیو ساختن الکی نیست، من قراره به مشکلات بالاتر از اینم بخورم. تو خیلی با آغوش باز پذیرفتی این دعوت منو، دست درد نکنه که اجران. امیدوارم که هر جا هستی موفق باشی و اینکه با آرزوی پیشرفت برات دارم. امیدوارم زودتر از سایت 100 کشی که ما بیایم از ویدیو تو ببینیم. حداقل 2 ویدیو میگرفتین، یکی اون یکی تو. آخه ویدیویی بود کلکل، الان ویدیو رو باید ببینی، یه کلکلی بود که یکیمون باید زودتر 100 کی میشد بذاره، یعنی بعد یه جورایی یک اشتیاق و رقابتی می بود. میدونی چی میگم؟ یعنی دلیلش همین بود که یه دونه رکورد شد که یکی بذاره. چه باحال، از اون اول پلن داشتیم برای 100 کی تو. وقتی 100 کی شدی یه ویدیو بگیریم برای میلیونیری. یه ویدیو اون موقع میگیریم واسه میلیونی شدم، کی زودتر میلیونی آره شه. دقیقا. این دفعه من میذارم. آره چرا خودم هم کمک کردم بهت چیز میکنم، پروموتم میکنم. میدونی که بعضیا مثلا توی یوتیوب مثلا همین کومان، برنامه کومان رو نمیدونم میبینی یا نه، از طرف خود یوتیوب تو خود کانال یه دونه منیجر دارن. خب یعنی مثلا طرف میگه آقا من میام استخدام چنل تو میشم، برای همینم هست که مثلا پیجشون سری میره بالا چون پروموت میشن. یکی مثلا همین مثل چنل، مثلا الان چنل جدیدشون رو 1 ماه زدن، دوگ نباش، خب که مثلا پادکست و اینا توی 1 ماه شدن 100 کی. خب البته اونم بگم اونا کامیونیتی خاص خودشونو دارن 100%، چون منم رفتم سابشون کردم، همه ساب میکنن، یعنی خیلی راحت. آره نه یعنی مثلا اون منیجر یوتیوبی هم که داره اون خیلی به قول معروف اونم خیلی کمک کننده است، میتونه یه به اصطلاح تی ای باشه براشون. به قول معروف بازم دمت گرم که اومدی پیشمون. خواهش میکنم عزیزم. محبت حرفی سخنی به عنوان حرف آخر
این که خیلی خوشحالم. حالا عرفان و من زیاد خودم نمیشناسمش، حالا این اولین باره که خیلی مستقیم 1 ساعت با هم صحبت کردیم. از طریق سعید باهاش آشنا شدم، میدیدم دونیت میکرد، سعید از چت میشد کچل میکرد اینا دمش گرم. و از این طریق با عرفان آشنا شدم اینا. پسر گل درجه 1 خیلی خوشحالم. حالا به عنوان هم سومین نفر اگر اشتباه نکنم توی چنلش قرار آپلود شم و اینکه خیلی خوش گذشت و مرسی بابت حالا سوالاتی که پرسیدی و حالا مرسی از خودم بابت جوابایی که دادم و هیچ سوالی حذف نشد. یعنی بهم گفته بود گفت حالا ممکنه یه سوالی بپرسم که نخوای جوابشو بدی بگو، ولی همه رو دادیم دیگه، سعیمون رو کردیم و امیدوارم خوشتون اومده باشه و حتما عرفان رو سابسکرایب بکنید که هر چه سریعتر 1000 تا رو رد کنه. دمتون گرم. همین الان که دارین این ویدیو رو میبینین، ویدیو شایان آپلود شده، برین نگاه کنین. امیدوارم که خوشتون میاد و این که دمتون گرم دیگه آقا. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا دیدار دیگه، بدرود. دمتون گرم. خداحافظ.